در اخیر میخوایم از استاد محمد سعید رضایی یک چند سخن نهایی و در مدت چند دقیقه انشاءالله تمام کنند و با همین دعا را میکنند و خلاص میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا از سعی و تلاش و از این ایستادگی شما قدردانی میکنم و باید همگان بدانند که ما از تاجیکستان بیرون شدیم و خاطر تاجیکستان بیرون شدیم. این مردمی که آواره هست، این مردمی که در خیمه ها فرزنده های نو را به دنیا میارد، اینها به خاطر تاجیکستان بیرون شدن و این فرزندها به خاطر تاجیکستان رشد میکنند. مهاتما گاندی قائد اعظم یا اینکه رهبر هندوستان خیلی یک سخن عالی دارند. میگویند یک کشور ناعهده‌برا بهترین افراد خود برای بهترین افراد خود کنج پنجره و محبسه ها جا دارد. بهترین افراد خود را در محبس نگه می‌دارد. یک حکومتی که نالیاقت است، ناعهده‌برا است. امروز تاجیکستان هم نشان داد که طی 24 سال یا اینکه از 2 دهه بیشتر نتوانسته است که آرمان‌های مردم خود را برآورده کند و مردم خود را در رفاه، در زندگی آسوده نگه بدارد. کوشش و زحمت ها از طرف مخالفین این کشور، مخالفین اسلامی این کشور در دهه 90 به آن انجامید که یک جنگی داخلی که تر و خشک را میسوخت خاتمه داد. اما همه این کوشش و همه این تلاش ها را این حکومت و بادی فنا داد. یک بدبینی که نسبت دین و دنیا در طول قریب یک عصری که کمونیست ها ایجاد کرده بودند در کشور ما پایان یافته بود. بین دین و دنیا یک جایه بود برای ساختن جامعه، برای ساختن کشور و این نمونه برای همه تقدیم شده بود در دنیا. اما این کشور اون را از بین برد و از نو بین دین و دنیا، همان گونه که در یک قسمت دنیا از داعش و از تنظیم اسلامی که تماما با دنیا ضد هست، در کشور تاجیکستان کشوری است که تماما با اخلاق، با اسلام و عقیده مخالف است. چنین یک دستور یا چنین یک قانون را به وجود آورد که من بعد خطرش بیشتر از اون چیزی است که در داعش یا تنظیم اسلامی دیده می شود. اما فراموش نکنند که این مردم همان گونه که گفتیم از تاجیکستان بیرون شده اند به خاطر تاجیکستان. این نمایش ها، این تظاهرات، این صدا بلندکنی ها ادامه می‌یابد تا آن وقتی که این رژیم از سر قدرت برکنار شود. تا وقتی که این مرض، این بیماری که تاجیکستان را فرا گرفته است توسط نهادهای حقوق بشری، توسط گروه هایی که در واقع اونها درک کردند که دنیا و دین یک جا هستند و به هم نمیتوانند که اونها ادامه بیابند. با کمک اونها این بیماری معالجه می شود در تاجیکستان و این مرض از بدنه تا کشور تاجیکستان و مردم تاجیکستان دور کرده می شود. امروز این چی معنی دارد؟ این محبس ها، این به حکم ابد دادن افراد شایسته کشور یا اینکه به اینترپول و نهادهای جنایی که بین المللی هستند افراد شایسته خود را تقدیم کردن، اینها چی معنی دارند؟ آخه این نشانه ناعهده‌برایی خود شما هست. تا کی این ادامه می‌یابد؟ تا کی مردم آواره می‌گردند؟ تا کی
از سرزمین و از دارایی تاجیکستان شما به نفع خود استفاده میبرید. ما در قرن 21 هستیم. این کار ادامه نمییابد. مردم نمیگذارن که شما این کار را ادامه بدهید. آگاه باشید. امروز همان گونه که شاهد هستید فردا از این بزرگتر را میبینید و این مردم با این صدا با این نیرو و کشور بر میگردن. مطمئن باشید که بر میگردن، چون که اینها از تاجیکستان به خاطر تاجیکستان بیرون شدن. اینها تروریست نیستند، اینها اکستریمیست نیستند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکستریمیست نیست، تروریست نیست. افرادی که از این مردم از این گروه ها گرفته شده است مظلومانه گرفته شده است، با تهمت، با دروغ. دیروز من در جلسه یکی از جلسات این نهاد حقوقی که در اینجا برگزار می شود حضور داشتم. نماینده های حکومت تاجیکستان دروغ میگویند. تعجب آورش این است که سرخ هم نمی شوند. اما این شب من وقتی فکر کردم گفتم اونها معذور هستند. اگر چنین نگویند، اگر چنین موقعی نگیرند، باید در کنار ما و شما اونها هم در هجرت باشند. اما اونها به خاطر اینکه باید به تاجیکستان بر بگردند، آن چیزی که برای اونها داده شده است، نوشته شده است، تکست کرده شده است، در دست داده است، مجبورند که اون را بگویند. اگر نگویند اونها هم از کشور بیرون مثل همین کسایی که در اینجا میبینیش مثل همین ها میشوند. پس ما در اینجا ناومدیم که با نماینده های کشور تاجیکستان بحث و بررسی کنیم، گفت و گذار کنیم. ما آمدیم که نهادهای حقوق بشری را از آنچه در تاجیکستان میرود آگاه کنیم. ما میخواهیم که از آنچه بالای ما ظلم میگذرد از اون آگاه کنیم. پس ما با شخصیت هایی که اینجا هستند هیچ یگان مخالفت نداریم. با شخصیت های تاجیکستان هستند، نماینده کشور تاجیکستان. تنها ما با آن چیزی که در تاجیکستان میگذرد با اون ما مخالف هستیم و میخواهیم که اون را به سمع و گوش و چشم جهانیان این را برسونیم. این از صدای ما، این از موقعی ما، این از آن چیزی که این مردم در اینجا گرد آمدن و این چیز ادامه می آمد و انشاءالله که ظلم میدانش کوتاه هست و ما شاهد آن می شویم و انشاءالله که بر روزهای نزدیک در کشور تاجیکستان در کنار برادران و خواهران و همدیار خود در سرزمین خود عمر به سر میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.